وای وای، با من فکر کنم باز دبل گرفته. بزن نمیتونم بزنم. وای این چی بود من زدم؟ چطورین بچه ها؟ من سیفورزه دستم و خیلی خوش اومدیم به چنل یوتیوب خودتون. بچه ها امروز اومدیم با یه ویدیو مشتی، یه ویدیو خیلی توپ از نظر من. بچه ها اصلا یه اتفاقایی افتاد ببینید پراتون میریزه. بچه ها امروز اومدیم با برادر کوچیکمون 11 سالشه، اینم اومدم داخل پرانتز بگم فری فایر بازی میکنه. از اونجایی که خیلی ادعا میکنه، البته ادعا نمیکنه ولی خب میگه تو نوبی و فلان اینا. بچه اومدیم با هم دیگه یه کاستوم زدیم. فکر کنم بچه ها من بگم کاراکتر فعالم برنرشم، من اینجوری کاستوم فانه و خیلی فقط در حد رو کم کنیه، اینجوری بهتون بگم. بچه ها امروز اومدیم ببینیم که میتونیم کل داداشونو بخوابونیم یا نه. ببینیم پسر میتونه ما رو بزنه. 11 سالشه، انگوشش حتی به گوشی هم نمیرسه بچه ها. و اینجا یه هده توپ بهش زدیم. بچه ها وای همش میخوام ذوق کنم بگم وای چه هدی زدم، ولی خب 11 سالشه چی بگم بچه ها. این راند اول که گرفتیمش، بریم ببینیم میتونیم راند بعدی هم بگیریم. بچه ها وای من کاراکتر میگیرم، هر کاراکتری که فکر کنم هر کاراکتری باشه. خب اینجوریه که نت ضعیفه، این کاراکتر اولیه رو بر من نشون میده، یعنی پاورش همونا ولی اینو به من نشون میده. نمیدونم چرا بچه ها، اگر میدونین دلیلش چیه یا مشکلش چیه ممنون میشم داخل کامنت ها بهم بگید که من درستش کنم. ای بابا اینم که اون ته خط گرفت. چجوری زد؟ من که شو ندادم. بذار ببینم میتونم مدمو پر کنم، اچ پیمو پر کنم. بذار وای اسنایپ گرفته داره زخم میکنه با اسنایپ. وای اگه این کاراکتر رو نشتم الان زده بود. وای زد بچه. اسنایپش هم خوبه، اسنایپ میگیره میزنه وستو میتره کنه. بذار ببینم میتونم اسنایپ بردارم. اگه تونستیم که با اسنایپ خلاصش کنیم. دوتا اسنایپ برداریم. البته زوده فعلا برای اسنایپ، ببینیم چی میشه کرد. خب پاورا رو بگیریم، اینا رو هم بگیریم و بریم که رانده بعدی رو ببینیم میرینیم یا میرینه. خب میبینید بچه این کاراکتر برام اومده. اصلا دلیلش نمیدونم برای چی، با اینکه کاراکتر اصلیم یکی دیگه است ولی خب این اومده. اصلا نمیدونم برای چی. بچه اگر میدونید بهم بگید. بچه ها نظرتون راجع به آپدیت جدید فری فایر هم بگین. خیلی افتضاح شدن نظر من بچه ها. الان کیفیتش بر من رو اولترا مکسه. خب نمیدونم چرا انقدر انگار رو اسموت گذاشتی، خیلی کیفیتش اومده پایین. اگر میدونید دل بچه میخوام کامنت بکشم ولی خب شما یه چی بذارین دیگه. ولی جدی خیلی افتضاح شده این آپدیتش، هم چیزایی که آورده رو هم چیزایی که آورده رو هم الان میزنه این. بذار ببینم میتونم اینو یه لحظه بزنمش بعد بریم سراغ صحبت کردن. وای بچه ببخشید اینقدر من یخ میزنم در حال فرارم، مجبورم. خب اسنایپ داره یه تیر بزنه تمام. بذار این اچ پی مو حداقل پر کنم برم جلو بزنمش. نمیذاره که من تا اچ پی مو پر میکنم این سری ناگاه کنین. یه دبل بزنه 105 نصف دمیج میره دیگه، نصف بیشتر البته. بذار ببینم میتونم یه حرکتایی بزنم این راند حداقل خدا کنه بگیرم. خیلی طولانی شد که الان هم 4 دقیقه هم نشده، تازه شد 4 دقیقه. خب بریم ببینیم که چه میشه کرد. 2 تا دبل هم گرفتم و یعنی دبل اسنایپ دیگه. بریم که ببینیم میتونیم راندا رو ازش بگیریم، یعنی بیافتیم جلو هم خیلی خوبه. اونم حاجی خیلی خوب میزنه به خدا. تو اسنایپ خدا وکیلی خوب میزنه، تو هرچی بعد بزنه تو اسنایپ خوب میزنه. انتظاری از بچه 11 ساله نمیشه رفت برد، ولی خب 150 بزن. وای دور یخ کرد. یخشو بشکنم. البته لاشه بازیه بچه ها ولی خب این نخورد. 150 تا خورد. وای کجا رفت؟ کوشش
ببینم اینو بزن ایول اصلا ما اون برزنم چجوری به این خورد. بریم که راند بعدی هم بگیریم. خب 2-2 این فعلا. و 8 راند مونده. بذارینم میتونم با همین دبل بزنمش این دستم. طبیعتا باید نمیدونم خدا کنه بزنیم آجی. خدا کنه بزنیم. اگه ببره ما رو زخم میکنه. انقدر میگه من تو رو زدم. هر روز میاد بالا سرم میگه فلانی یادت زدم تو کاستوم. ول کن تو رو خدا. یه کاستوم دیگه میبره میبازه. بعد نزده هم چیه؟ نزده هم 2 به تک بودیم. اونم بردم بازم 2 به تک رو. من 1-2 تا اختلاف بود. بذار ببینم میتونم بزنمش. ایول اینم از اینجا چه فشاری خورد. وای اومد وقتی کوبید زیر چونم. اصلا چونه چی زیر گوشم. ای خدا بچه از سوتیایی که میدم واقعا متاسفم. واقعا شرمندم. شما به بزرگی خودتون ببخشید. خب بریم که این راندم بگیریم. 2-2 این فعلا. 3-2 این. بریم ببینیم میتونیم بزنیمش. بچه من اسنایپم اصلا خوب نیست. اسنایپم چرا اینقدر سوتی میدم من؟ بچه من اصلا اسنایپم خوب نیست. ولی خب اسنایپ نگیرم میزنه دیگه. اسنایپ نگیرم مجبورم که بگیرم. یعنی ببینم کجای بالای. ای وای شاتگان گرفت. من روش شدم به امید اینکه اسنایپ داشته باشه. باز شاتگان گرفت. وای برم این دست شاتگان خوبه از اسنایپ در اومد. ببینم با شاتگان اینا میتونم بزنمش. یه وان شات حداقل پلی بدیم. خب پاورارم بگیریم. بس 4 هلمت 2 بریم برو. واقعا خدا کنه بزنمش وگرنه به چیز خوردم میندازتمون به یه چیزی. بذارینم اینجا میاد. این چه آپدیت مزخرفیه خدایی. این اسکیت چیه این ورد مپ تون برای مپ میری راحت. خودمونم سوارش میشیم. ولی خب چیز جالبی فکر نکنم باشه. کجا رفتین؟ دیدمش بیرون نخورد. خط گرفتم. چه خط ملسی گرفتم. چرا نوب بازی در چرا اینجوری بازی میکنم؟ ایریدم آجی. یه وایستا الان کارت دارم. چند ثانیه وایسی کارت تمامه. خب در بیام. اسنایپ نداره باز. نه اسنایپ. دور اسنایپ گرفت. من شاتگان به امید این گرفتم که وان شات پلی بدیم. وای حاجی زخم کرد به قرآن وست ما رو. چقدر از دبل بدم میاد به خدا. چقدر بدم میاد. نگاه یه تیر میزن 150 تا میبره. خب چه وضعشه؟ حداقل وان شات پلی بدین. وای اعصابم داره خورد میشه بچه‌ها. جدی اعصابم داره خورد میشه. بذار یه حرکتی بزنم. بذار من چیز کنم. تو شاتگان بگیرم. هی تیر بزنم صداشو بشنوه. بعد آخر سری اسنایپ بگیرم. الان فکر کنم من شاتگان گرفتم اسنایپ میگیره. الان که اون اسنایپ گرفته منم اسنایپ میگیرم. امیدوارم فهمیده باشین چی گفتم. واقعا گولش زدیم. من نزدیک زن میگیرم. خب اون چیز میگیره اسنایپ میگیره. الان صداشو در آوردم که فکر کنه من نزدیک زن گرفتم. ولی خب من اسنایپ گرفتم در اصل. برو ببینیم چیکار میکنیم. چرا اینقدر حرف زدن برام سخت شده. خب این از این بدبخت الان هنگه. زیخشو بشکنم. بذار بشونمش. در اومد. در بیا. این نخورد. در بیا. آها HP نزدینم تو یخ بود. خب اب نداره 4 بذار چی بگیرم نمیدونم واقعا. خب این پاورو رو بذار بگیرم. وست و هلمت و این فلان اینا.
خب دبل هم کنیم بریم ببینیم. خدا کنه دبل برداره، خدا کنه دبل برداره. داره اصلا ما خورد میکنه بچه. واقعا تو مخه، یعنی اینکه ندونی بازی رو چه سبکی میچرخه رو مخته. الان نمیدونی اسنایپ داره نداره، راش بدی ندی، بری تو دلش نری. اسنایپ نداره، بود پکر داره اگه اشتباه نکنم. 150 تومن بهش زدیم. برو دیگه. یه بزنم اینو بزنم. خوب در بی اوی نخور. نخور. در بیا. این شاتگان داره که خورده حساسه. خب ایول. اینم از اینم 5-4. برو بریم بیار سیفورزد خفن. بچه تو کامنت ها انگار 1000 نفر 2000 نفر دارن ویدیو رو نگاه میکنن. بچه تو کامنت ها بچه آرزو به دل شدیم به 1000 تا برسیم. جدی اینقدر دوست دارم به 1000 تا برسم. حس میکنم باحاله. میدونی چی میگم؟ انگار 1000 نفر رفیقتن دورت جمع شدن فلان اینا. 1000 نفر میشناسی. حالا البته که باید جبران کنم دیگه. سختی های خودشو داره، مسئولیت های خودشو داره. به عنوان دوست رفیق. خب بچه اگر هنوز سابسکرایب نکردین ممنون. صحت بجی با این پیچل چرا اومدی؟ حاجی الان زرنگ بازی در آوردن. یه امپیچل میگیره یه دبل میگیره. میخواد ببینه با چه سبکی پلی میدم اونم بزنه. بچه اگر تا اینجا ویدیو رو نگاه کردین و لایک و سابسکرایب بود. چرا من اینجوری دارم میگم؟ بچه اگر تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید و هنوز چنل ما رو ساب نکردین ممنون میشم این کار رو انجام بدید برای حمایت از من. ویدیو رو هم لایک کنید برای اینکه ویدیو ساجست بشه و به دست افراد بیشتری برسه. انگار زورم کردم من بگم ساجست. بچه ویدیو وایرال بشه. بچه واقعا ازم حمایت بزرگ میکنید. چنل رو سابسکرایب کنید. خب بریم ببینیم میتونیم اون بره. ایول 150. اونم زد. بذار خب بیبرم. یکی من میزنم یکی من میزنم. الان چرا اچپی نزد؟ چرا وای ایول. اینجا اشتباه کرد دیگه. اینجا باید میومد مدکیت میزد ولی خب نزد و اشتباه بزرگ خودشه. الان سرکله خودش میزنه. وای خاک برسنم فلان اینا. بچه میدونم باید میباختم که دل بچه خوش بشه ولی خب میباختم من دهنمو سرویس میکرد. اینم بعد بدونه که آقا نباید به دلسوزی حرکت. البته نباید تابلوش کنم دیگه مثلا خودم. حالا بچه دیگه کاسم فانه ایراد نگیره. حالا کی حرفشو زد؟ وای من با خودم چقدر درگیرم بچه. برو بریم ولش. من یکم دیگه اینجا بمونم عصبی میشم. برو بریم میتونیم این یه حرکتی بزنیم. این راندم بگیریم 2 راند دیگه. وودپک 2 راند دیگه بگیریم تمامه. کجا رفت؟ ایستاده پا از اون بره. شون سورد. وای دبل در آورده. وای این چی بود من زدم؟ پرام چه هد اسنایپ تمیزی. چقدر خفن بود بچه ها. واقعا خفن بود. وای الان میخوام بگم وای کجاش خفن بود. اینا تو نباید بگی که. ولی خب خفن بود دیگه بچه ها. قبول کنین. برای کسی که اسنایپ زن نیست هد اسنایپ زدن خفنه. حتی یه نم بزنه یه هفته میتونه امیدوارش کنه به اسنایپش. تو سرش نکوبم. وای تو ای دبل من میگیرم دستم اینجوری میکنن فرندام. وای تو مگه اسنایپ بلدی اسنایپ میگیری دستت؟ اصلا چرا باید اسنایپ بگیری دستت؟ اینجوری هم یه خوردم تمرین میشه برای خودم که بتونم. اینجا اومدم با دیزرت بزنم. وای شاتگان گرفته دستش من دارم با دیزرت بازی میکنم.
مجبورم مگه بچه ها؟ واقعا من کیفیت رو گذاشتم رو اولترا مکس، نمیدونم برای چه اینقدر کیفیت پایین، انگار رو اسموت. این چه وضعشه؟ یخها انگار یه خورده تار شدن بچه ها، اگر دقت کنین. چجوری بهتون بگم، انگار واضح نیست، بلورش کردن. ولی اونایی که اسنایپ زنن با این نقطه‌ای که با این آپدیت جدیدش گذاشته وسط، واقعا خرزوق شدن ها. یعنی واقعا تو چیزشون عروسیه. تو اینم 150 تا اینجا باید راش بدم، اینجا باید راش بدم بیاد بیرون. وای زد، خدا که زد. وای نزد. فرار کنیم، فرار کنیم. یه متکیت. وای در اومد، به خدا حاجی الان میزنه، به خدا الان میزنه حاجی. صبر کن ببینم میتونم یه حرکتی بزنم. گولش بزنیم از اون بر در بریم، از این بر. خب کجا رفت؟ خودم گول زدم فکر کنم. سریس کجا؟ آها بیا بیرون، باد کار دارم. بیا بیرون، نخورد. بیا بیرون. پرام چی زدم بچه، بهش نمیخوره ولی میخوره. اینجوریه بچه ها. خیلی ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید، کانال رو ساب کردید و ویدیو رو هم لایک کردید. واقعا ازتون ممنونم، از ته دل دارم میگم. واقعا همون 30-40 نفری که ویدیو رو نگاه میکنن بهم انگیزه میده، بهم انرژی میده که دارم درست پیش میرم. بچه ها واقعا ازتون ممنونم بابت حمایت ها. خدا نگهدارتون.